نخ جراحی ویکتریل سوپابون. نخ و سوزن جراحی انواعی از نخ‌ها و سوزن‌های مخصوصی باشند که برای بستن زخم‌ها یا برش‌های جراحی استفاده می‌شوند. نخ جراحی ویکتریل جزو نخ‌های مصرفی قابل جذب مصنوعی می‌باشد. این نخ از الیاف بافته شده از پلیگلیکولیک اسید با پوشش پلیگلاید است که این پوشش باعث نرمی و لغزندگی فوق‌العاده نخ شده و استحکاک بین نخ و نسوج را به حد اقل و کیفیت گره را به بهترین سطح می‌رساند. به این نخ باندک یا گلیکولیک نیز میگویند که به رنگ بنفش یا سبز زیتونی تولید می‌شود. زمانی که به مدت جذب بالا نیاز است، از این نخ استفاده می‌شود که زمان جذبش 60 تا 90 روز است. قطر این نخ از 0 تا 0.6 می باشد و طول نخ‌ها معمولاً 75 سانتی متر است. این نخ‌ها به سوزن‌هایی با انحنای شکل ظاهری مختلف 1/2 دایره برای دوختن نسوجی که در نقاط عمیق قرار دارد و جای گردش دست جراح و سوزنگی کم باشد، یا 3/4 دایره برای دوختن نسوجی که در نقاط سطحی قرار دارد متصل می باشند. و این سوزن‌ها دارای انواع سطح مقطع دایره‌ای یا راند که برای دوختن نسوج نرم که تیزی بیش از حد سوزن نیاز نیست، سطح مثلثی یا کاتینگ و سطح مثلثی معکوس یا ریورس کات که هر دو برای دوختن نسوج سخت که تیزی بیش از حد سوزن نیاز است استفاده می‌شود. این نخ‌ها با طول‌های متفاوت 10 الی 45 میلیمتر مونتاژ می‌شود. و اما بسته‌بندی. نخ‌ها توسط گاز اتیلن اکساید استریل شده و در بسته‌بندی تکی قرار می‌گیرند. بر روی بسته‌بندی لیبلی جهت نشان دادن کلیه مشخصات نخ و سوزن مورد استفاده شده وجود دارد. کد نخ و سوزن یک کد 8 رقمی میباشد که هر رقم آن نشان دهنده یکی از مشخصات نخ و سوزن میباشد. رقم اول نشان دهنده جنس نخ طبق حروف اختصاصی نخ‌ها، حرف B علامت اختصاری نخ ویکتریل. رقم دوم نشان دهنده طول نخ، کد 6 نشان دهنده طول 75 سانتی متر است. رقم سوم و چهارم نشان دهنده قطر نخ. رقم پنجم و ششم نشان دهنده طول سوزن. رقم هفتم نشان دهنده میزان انحنای شکل ظاهری. B علامت اختصاری نخ با سوزن 3/8 دایره. C علامت اختصاری نخ با سوزن 1/2 دایره. رقم هشتم نشان دهنده سطح مقطع سوزن. کد 1 و 2 سوزن راند معمولی و هوی. کد 3 و 4 سوزن ریورس کات معمولی و هوی. کد 0 و 9 سوزن کاتینگ معمولی و هوی. بسته‌بندی نخ‌های جراحی ویکتریل به رنگ قرمز می باشد و هر بسته دارای 36 عدد نخ است. آرتاته انتخابی بدون جایگزین.